این که از لحاظ سیاسی دکتر نجیب الله در بیرون خود را یک کمونیست نشان میداد یا یک مسلمان نشان میداد بماند، در خانه دکتر نجیب الله زندگی شخصیش نماز میخواند، قرآن میخواند، برخورد اسلامی، برخورد انسانی داشت یا خیر؟ فهمیدم. سعی کنید بر شما شاید است که کلیپ‌های شما رسیده باشد که بود از مصاحبه آقای رایی بر شما اگر رسیده باشه از کاکتوس میگم ببخشید، از تیک تاک، که در اونجا میگه که نجیب الله پدر ما کشت. برتان روانم کردیم به زبان خود خبرنگارام ششتر میگه نجیب الله پدرش کشت. چرا کشت پدر خود؟ ببینین ما یک روز خانه از اینا بودم، اینا در منزل بالا چوی بودن، ما منزل پلیشون در دویش بودیم. نجیب مادرش در بالکن قرآن شریف میخواند، در این وحید ایس خواد بود. نجیب آمد بالا و گفت که تو در بالکن